خب بچه‌ها، ما همگی داستان انیمیشن راپونزل رو میدونیم که نامادری راپونزل در واقع اونو دزدیده بود و سالیان سال توی قلعه ازش نگهداری میکرد و زندانیش کرده بود، چون که اجازه بیرون رفتن به راپونزل رو نمیداد تا بتونه از جادوی موهاش استفاده کنه و بتونه خودش رو جوان نگه داره. تا اینکه یه روزی یه دزد تاج در حالی که داشته تاج سلطنتی رو میدزدیده و فرار کرده بود، وارد قلعه راپونزل میشه. اون دو نفر اونجا با هم آشنا میشن و با همدیگه یه قولی میبندن که در ازای رسیدن به خواسته های همدیگه همو کمک کنن. راپونزل هم که خیلی دلش میخواسته دنیای بیرون و فانوسای شناوری که هر سال تولدش میبینه رو ببینه، با همدیگه وارد ماجراجویی هایی میشن که طی این اتفاقا راپونزل متوجه میشه شاه دخت واقعی در واقع خودشه. اما داستان واقعی راپونزل در واقع نشأت گرفته شده از شاهنامه فردوسیه که اسم کاراکتر راپونزل در واقع اینجا رودابه است که در ادامه ویدیو میریم به داستان واقعی بپردازیم. زمان پادشاهی منوچهر، سام نریمان سردار و پهلوان ایران زمین بود که حاکم زابلستانم. این بنده خدا یه زمانی صاحب فرزند میشه، ولی فرزندش یه نقص مادرزادی داشت که باعث شده بود کل موهاش سفید بشه و اون به خاطر این نقص مادرزادی که اینو خیلی ننگ و شرم میدونست، دستور داد که پسرش رو توی کوهستان رها کنن، فقط به خاطر اینکه موهاش کلا سفید بود، چون اینو مایه شرم خودش میدونست. و واقعا هم همین کارو میکنن، بچه رو توی کوهستان رها میکنن تا اینکه صدای گریه هاشو یک موجود افسانه‌ای، یه پرنده افسانه‌ای به نام سیمرغ میشنوه. سیمرغ دلش به حال این پسر میسوزه و اونو میبره به لونه خودش، سالیان سال مثل پسر خودش ازش نگهداری میکنه تا اینکه میگذره و شبی که سام نریمان در خواب خودش بود، داشت 7 پادشاه عالم خواب میدید، یهو توی خوابش یکی میاد بهش میگه که اصلا معلوم هست داری چی کار میکنی، از وجدان نداری، پسرتو ول کردی تو کوهستان به خاطر اینکه موهاش سفید بود، تو چطور پدری هستی که الان یه پرنده داره از پسرت نگهداری میکنه، اون الان یه پهلوان خیلی خوب، جوان، رعنا و رشیدی شده که واقعا دلم به حالت میسوزه، شانس خودت از دست دادی فلان و اینا. کلی تحقیرش میکنه تا اینکه با عذاب وجدان شدید و پشیمونی‌های زیاد از خواب بیدار میشه و سریع دستور میده که لشکرش برن داخل کوهستان رو بگردن. وقتی که میگردن به لونه‌ای میرسن که خیلی از سطح زمین فاصله داشت و یه قسمتی این پسر موسفید ما رو میبینن که داشته سنگا رو جابجا میکرده و کار میکرده، اما چون خیلی بالا بود دسترسی بهش سخت بود. تا اینکه سیمرغ از اون بالا این لشکر رو میبینه و میره به اون پسر خبر میده و میگه که اسمش هم دستان گذاشته بود. بهش میگه تو مثل پسر خودم میمونی و واقعا از ته قلبم دوستت دارم، اما جای تو اینجا نیست، الان وقتشه که بری و به پدر واقعی خودت برگردی. خلاصه راضیش میکنه که برگرده به خانواده اصلیش و بدرقش میکنه و یه تیکه از پر خودشو بهش میده، میگه اینو توی آتیش بسوزونی، هر کجا و هر زمان هر جا که باشی من میام کمکت میکنم و نجاتت میدم، یعنی این پر منو داشته باش و کافیه تو آتیش بسوزونیش که من پیدا کنم. خلاصه از هم خدافظی میکنن و این میره پیش پدر واقعی خودش. سام نریمان که خیلی از این کار خودش پشیمون بود، پسرشو بغل میکنه و ازش معذرت خواهی میکنه، میگه که واقعا متاسفم که همچین کاری باهات کردم، از این به بعد هر آرزویی داشته باشی برات برآورده میکنم و هیچی برات کم نمیذارم. خلاصه همونجا اسم پسرشو زال میذاره و برمیگردن به زابلستان. تا اینکه یه مدتی میگذره، وقتی که زال داشته به خاطر شکار به کشور و شهرهای اطراف میرفته، به سرزمین اطراف میرفته، میرسه به کابلستان. حاکم کابلستان فردی به نام مهراب از نسل ضحاکه، یعنی زیر دست سام نریمان یه جورایی محسوب میشد و کلا ارادت خیلی خاصی به سام نریمان داشت. وقتی که میشنوه پسر سام نریمان اومده به کابلستان، کلی تدارکات میچینه و براش کلی هدیه‌های گرونبها میبره و میره دنبالش و خلاصه خیلی بدرقش میکنه. زال هم به مناسبت این کارش و قدردانی ازش یه جشنی رو به پا میکنه و دور هم جمع میشن. بعد از اینکه جشن تموم میشه، زال برمیگرده به یکی از سربازاش میگه که ولی خودمونیم و عجب مرد خوبیه، یعنی من هیچ کس رو به اندازه مهراب ندیدم، اینقدر آقا باشه، واقعا پادشاه خوبیه و کلی تعریف میکنه ازش. یکی از سربازا برمیگرده میگه حالا کجاشو دیدی پسر جون، بیا یه چیز بهت بگم، میتونستی
اون یه دختر داره که اسمش رودابه است، مثل ماه میدرخشه، دخترش مثل ماه میمونه، موهاش خیلی بلنده، مشکی و قد رعنایی داره. از خصوصیات رودابه در واقع براش میگه و کلی تعریف میکنه، میگه زیباییش سر زبون همه هست، کلی خواستگار داره، همه رد کرد و الو بلو جیم زد. خلاصه این تعریفاتو که میکنه، زال یک دل نه 100 دل عاشق رودابه میشه. پادشاه کابلستان روزی زال رو به خونهشون دعوت میکنه که و بهش میگه که شام خدمت باشیم، مالا تعارف نکن، یه شام مهمون ما باش و اینا. زال هم تو رو درباسی گیر میکنه، میگه ببین من خیلی دوست دارم بیام واقعا ولی نمیتونم، پدرم اجازه نمیده، با خانواده و نسلشون مشکل داره، البته جسارت نباشه ولی نمیتونم سر سفره مردی از نسل ضحاک بشینم، پادشاه ایرانم این مورد رو نمیپسنده. خلاصه آبشون با هم توی جوب نمیرفت، ولی پادشاه مهراب خیلی ناراحت میشه و از همدیگه خدافزی میکنن و برمیگرده به کاخش. وقتی که برمیگرده به کاخش میبینه دخترش رودابه و همسرش مشتاقانه نشستن و کنجکاو کلی سوال دارن که راجع به زال بپرسن. میگن که این زال که میگن چه شکلیه، میگن با پرنده بزرگ شده، آداب معاشرت بلده، چطوری اصلا بلد غذا بخوره، حرف بلده بزن، کلی ازش سوالای خنده‌دار میپرسن. بعد اونم اینجوریه که آره بابا اصلا اونجوری که فکر میکنی نیست، خیلی جوان رشید، پهلوان دلاور و آقاست. یعنی کلی ازش تعریف میکنه، میگه واقعا همه چیزش خوب و میزون، زیباست، پهلوان قدرتمنده، کلی ازش تعریف میکنه و میگه تنها مشکلش موهای سفیدشه که به نظر من کاملا برازندشه. حالا دختر مهراب با شنیدن این خصوصیات یک دل نه 100 دل عاشق زال میشه، یعنی اونم همونطوری که زال عاشقش شد بدونه که ببینتش عاشقش میشه. این داستانو با ندیمه هاش در میون میذاره، با 5 تا از ندیمه هاش میشینه مشورت میگیره، میگه چیکار کنم، میخوام زالو ببینم. بعد میگن که نگران نباش. ندیمه هاش بهش میگن ما به بهونه گل چیدن میریم سمت اقامتگاه زال، میریم اون سمت تا یه راهی پیدا کنیم باش صحبت کنیم. خلاصه لباساشونو میپوشن، سبد برمیدارن، به بهونه گل چیدن میرن به سمت اقامتگاه زال. و زال هم که اونجا بود، وقتی که اینا رو از دور میبینه، حالا میپرسه اینا کیان و چیکارن، میفهمه که همه ندیمه های کراش عزیزش رودابن و اینجوری بود که دیدی چی شد، خدا ما رو برای هم در نظر گرفته. بعد اونم به بهونه شکار با خدمتکارش میره سمتشون. خلاصه وقتی که حرف میزنن میفهمن که هر دوتاشون به هم دیگه علاقه دارن و یک قراری رو میچینن که زال به دیدن رودابه بره. شبانگاه زال با اسب سفیدش، این پادشاه ما و موهای سفیدش، حرکت میکنه به کاخ رودابه. وقتی که میرسه به کاخ میبینه رودابه از بالای پنجره زل زده به پایین و موهای خیلی بلند و کمندش رو از اونجا انداخته پایین و به زال میگه که از موهاش به عنوان طناب استفاده کنه که تا بره بالا. اما زال بوسه‌ای بر موهای رودابه میزنه و بهش میگه که اصلا فکرشم نکن من از موهای به این نازی استفاده کنم به عنوان طناب. و طنابو میندازه بالا و از طناب واقعی میره بالا. وقتی که میره بالا میگه که من خیلی دوستت دارم و اینا، با اینکه ندیده بودمت، توصیفاتی که دیگران ازت کردن و شنیدم و یک دل نه 100 دل عاشقت شدم، به جز تو نمیتونم با هیچ کس دیگه ازدواج کنم. کلی حرف از این داستانه عاشقانه میگه. ولی یه مشکلی هست. مشکل منم اینه که پدرم و پادشاه ایران اجازه نمیدن با دختری از نسل ضحاک من ازدواج کنم. بعد رودابه هم گریهش میگیره، میگه که اگه ضحاک ظلم کرده من چه گناهی کردم، خدایا ما چی کار کردیم، یعنی چی؟ بعد زالم دلداریش میده، میگه که نگران نباش من یه راهی پیدا میکنم، قصه نخور خانومی. خلاصه کلی از این حرفای عاشقانه به هم میزنن و به هم دیگه قول میدن که با هیچ کس دیگه ای ازدواج نکنن و با هم صبر کنن تا به هم دیگه برسن. و زال به رودابه قول میده که حتما یه راهی پیدا کنه تا بتونن به هم دیگه برسن. خلاصه زال کاخو ترک میکنه و از هم دیگه خدافظی میکنن.
و میره با منجمان مشورت میگیره، میگه که آقا چیکار کنم، مثلا داستان تعریف میکنه. بهش میگن تو که پدرت مثلا بالا سرت نبود، ولت کرد تو بیابون و اینا، الان براش نامه بنویس، بهش بگو که تو که گفتی هر آرزویی داشته باشم برام انجام میدی، الان من از دختر مهراب از نسل ضحاک خوشم اومده و تو باید اجازه بدی که ما با هم دیگه ازدواج کنیم. خلاصه این نامه رو میفرسته برای پدرش که توی مازندران در حال جنگ با دشمنانش بود. نامه رو وقتی که میخونه خیلی نگران میشه، از یه طرفی دوست نداشت که پسرش با دختر نسل ضحاک ازدواج کنه، از یه طرف هم دلش به حالش میسوخت چون که نمیخواست واقعا ناراحتش کنه بعد این همه مدت که همو دیده بودن. خلاصه میره از ستاره شناسان میپرسه که ستاره شناسی این دو نفر رو بگیرن، یعنی ببینن این دو نفر برای هم دیگه مناسب هستن یا نه. طالبینا و ستاره شناسا وقتی که طالع این دو نفر رو میخونن میگن واقعا ازدواجشون خیلی مفیده، از ازدواجشون فرزندی دلاور و پهلوان ایران زمین به دنیا میاد که تمام دشمنان ایران رو شکست میده و کلا ازدواج مبارکی و خیلی خوبه. خلاصه سام از این داستان خیلی خوشحال میشه و نامه‌ای میفرسته برای پسرش، بهش میگه با اینکه ازت انتظار همچین درخواستی نداشتم ولی باشه، میرم با پادشاه صحبت میکنم تا اینکه اجازه بده شما با هم دیگه ازدواج کنیم. زال خیلی خوشحال میشه، انقدر خوشحال میشه که سریع یه نامه مینویسه میفرسته برای دوست دخترش رودابه. نامه میفرسته واسه رودابه که آره من پدرم اوکی داد و اینا، ما میتونیم ازدواج کنیم و اینا. نامه مینویسه میفرسته براش. حالا یه خانومی بوده که این وسط نامه ها رو رد و بدل میکرد. این خانومه میره نامه رو به رودابه میده. رودابه وقتی که میخونتش خیلی خوشحال میشه، در حدی که به اون خانومه کلی کادو و انگشتر و اینا هدیه میده. مادر رودابه هم که از دور داشت اینا رو میپایید خیلی مشکوک میشه، اینجوریه که ورپری داره چی کار میکنه دقیقا، یکی میشه به من بگه دقیقا الان این زنه کیه بهش کادو داد. یقه اون زنه رو میگه تو کی؟ تو اینجا چی کاره ای؟ دختر من با چی کار داره، کلی حرف از دهنش میکشه و اون خانم هم بهش میگه به خدا من هیچ کارم، من نامه رسون عادیم بین دختر دو یه پسره که نمیشناسم. میگه چی؟ مرد غریبه نامه، دخترم نامه میده به مرد غریبه؟ میره یقه دخترشو میگیره که رودابه جان تو از نسل سلطنتی و یه مرد غریبه نامه مینویسی؟ یعنی چی؟ کلی تحقیرش میکنه که در شأن تو نیست، این مرد کی عاشقش شدی؟ رودابه هم میگه که مامان بذار به توضیح بدم، در واقع من عاشق زال شدم، پسر سام نریمان. خواهش میکنم انقدر عصبانی نباش چون که حتی پدر سام نریمانم این داستان رو میدونه و ازدواجمون رو تایید کرده و میخواد که با پادشاه، ببین نذاش حرفش رو تمام کنه، مامانش رو وسط حرفش میپره میگه این پریده چی گفتی؟ عاشق زال شدی؟ عمرن و ابدا این فکر رو از سرت بیرون کن، این ازدواج شومه، من اجازه نمیدم. بابات بفهمه میدونی چی کار میکنه؟ گلت رو میبره، بعدش هم فکر پادشاه میذاره اینجا رو با خاک اکسام میکنه، کابلستان رو با خاک اکسام میکنه. دهنتو میبندی، هیچ کس هم نمیفهمه که از اون پسر خوشت میاد. خلاصه خیلی ولی ناراحت میشه از این داستان، افسردگی میگیره مامانه. بعد شوهرش که مهراب باشه میفهمه که دخترش عاشق زال شده. وقتی که میفهمه یه دراما کینگ بازی در میاره که میگه دختر یه ور پریده، یعنی چی؟ به چه جرأت تو عاشق زال شدی؟ خیلی عصبانی میشه، در حدی که حتی به قصد کشتن رودابه هم رسیده بود که مادرش جلوشو میگیره. بعد از همه اینا این خبر میپیچه و میرسه به گوش پادشاه ایران منوچهر. اینجا دیگه اصلا هیچ کس با کسی شوخی نداره و پادشاه متوجه این داستان شده، یعنی دیگه شوخی در کار نیست. وقتی که میفهمه خیلی عصبانی میشه چون کلا با نسل ضحاک مشکل داشتن دیگه. سریع دستور میده که کابلستان رو با خاک یکسان کنین، اصلا برای من مهم نیست، هیچ کس هم نمیشناسم، بزنین کلا داغون کنین اونجا رو. سام نریمان حرف تو دهنش خشک میشه، مثل من که الان گلوم گرفت، حرف تو دهنش خشک میشه.
رفته بود بگه که آقا من پسرم از این خانم خوشش میاد بذار ازدواج کنن و اینا، چون که به پسرش قول داده بود که میخواد بره صحبت کنه تا پادشاه رو راضی کنه برای ازدواجشون. اما پادشاه قبل از اینکه اصلا این موضوع رو مطرح کنه سام نریمان بهش دستور میده که برو کابلستان رو با خاک یکسان کن. اصلا من هیچ کس رو نمیشناسم، همه رو بکش، همه رو اصلا. بعد حرف تو دهن این بنده خدا خوش میشه دیگه، چیزی هم نمیتونه بگه که میگه چشم عالی جناب. خب به پادشاه که نمیتونه حرف بزنه. لشکرش رو جمع میکنه میره به سمت کابلستان که زال این موضوع رو میفهمه، سری میره سمت لشکر پدرش با اسبش و اونجا میفته به پای باباش که میگه یعنی چی، چه کاری داری میکنی، من نمیتونم بهت اجازه بدم، حالا من یه بار عاشق شدم دیگه، از اون ور که منو به خاطر کله سفیدم پرت کردی ازم نگهداری نکردی، میخوای دوست دخترم بکشی بگه خانواده‌شون. کلی گریه میکنه میگه من نمیذارم، باید از جنازه من رد چی تا بخوای همچین کاری انجام بدی. ببین من اصلا نمیتونم بذارم. خلاصه این بابای دلش میسوزه، میگه که ببین من نگفتم که پادشاه به من دستور داده، ولی من بازم به خاطر تو براش نامه مینویسم و ازش درخواست میکنم که رضایت بده. خلاصه این یه نامه مینویسه میفرسته برای پادشاه که توش میگه که این همه سال من بهت خدمت کردم، این همه از من راضی بودی، من که پیر شدم، پسرم از من یه درخواستی کرده، من بهش قول دادم که هر آرزویی داره برآورده کنم، روی منو زمین ننداز و اینا، پسرمو میفرستم به سمتت تا اینکه یه کاری براش انجام بدی. نامه رو میده به زال، میگه که اینو ببر بده به پادشاه. زال هم همین کارو میکنه و وقتی که میره پیش پادشاه کلی ازش استقبال میشه. پادشاه که خیلی زال و سامو هر دوتاشونو خیلی دوست داشت، وقتی که نامه رو میخونه یکم دلش رحم میاد، بعد یه لبخندی میزنه میگه که حالا چیکار کنم، کار منو سخت کردی پسر جان، بذار فکرامو بکنم بهت خبر میدم. خلاصه میره با منجمان و ستاره شناسان و عالم و آدم مشورت میکنه، طالع اینا رو میگیره، پیشگویی میکنه و اینا، میفهمه که آره اینا طالعشون به هم دیگه گره خورده و ازدواج خوبی خواهند داشت، ثمره عشقشون یه فرزند خیلی خوب خواهد بود که پهلوان بزرگی میشه برای ایران و کلا ازدواج خوبیه. خلاصه اینه که میشنوه خیلی خوشحال میشه و یه جشنی رو تدارک میبینه که توی این جشن یه سری عالم و آدمای خیلی سرشناس رو میاره تا از زال یه سری سوالها بپرسن و اگه زال به این سوالا درست جواب بده از این مرحله رد میشه، میره مرحله بعد. خلاصه زال به این سوالا کاملا درست جواب میده، جوری جواب میده که همه تعجب میکنن، حیرت زده میشن. همه رو درست جواب میده و میره برای مرحله بعد. مرحله بعد جنگ و نبرد تن به تن و اینا بود که اونا هم میگذرونه، در حدی خوب میگذرونه که همه پا میشن تشویقش میکنن و اینا. همون لحظه شاه تصمیم میگیره یه نامه بنویسه برای پادشاه کابلستان و بهش جواب مثبت بده برای این ازدواج. و بعد از اون تمام جشن و تدارکات رو انجام میدن و زال و رودابه به ازدواج هم در میان و داخل زابلستان سکونت میکنن. سام نریمان هم جایگاه خودش رو به زال میده و برای نبرد با دشمنان به مازندران میره.